اگر شوهرتو تو مشتت نگیری یکی دیگه این کارو میکنه. مردها واسه رابطه‌ای که زنش خاص باشه جونشون رو هم میدن. ببینید خانم عزیز، اگر تو بخوای همسرتو پس بزنی و به نیازهاش توجه نکنی، این باعث میشه که یک زن دیگه وارد زندگیش بشه. آقایی میگفت که من با یه خانمی جدیدن آشنا شدم و اونو سیغش کرد. میدونی چرا؟ میگفت انقدر تو رابطه جنسی پر حرارته، حالش خوبه، انرژی داره، ولی من هر موقع رفتم سمت خانومم یا گفت پاهام درد میکنه یا کمرم درد میکنه یا دلم درد میکنه یا فعلا حسش نیست. این آقا میگفت اوایل فکر میکردم که این خانوم موقتیه، مثل خانوم خودم داره رابطه برقرار میکنه، ولی الان بعد از حدود مدت هاست دارم میبینم اون خانوم همون جوری به اتاق خوابش داره توجه میکنه. خانم عزیز، وقتی که همسرت میاد کنارت، تو بهش میگی که من پاهام درد میکنه، حس خوبی ندارم، انرژی ندارم، حالا وقتش نیست، دقیقا همین اتفاق میفته. من کار اون آقا رو تایید نمی کنم، اشتباه نگیری خانم عزیز. من نمیگم که کار اون آقا درسته، ولی اینجا هم میگم کار یه خانومی که وقتی همسرش نیاز داره به رابطه جنسی باید دیده بشه، باید بهش توجه بشه. آقایون رابطه جنسی براشون خیلی مهمه، همون جوری که ببخشید، همون جوری که خانم ها رابطه جنسی براشون مهمه و این رابطه رو دوست اگه شوهرت رو تو مشتت نگیری یکی دیگه این کارو میکنه. مردها واسه رابطه که زنشون خاص باشه جونشون رو هم میدن. میخوای تو باشی یا یه زن دیگه ای؟ خانوم ها، خاص بودن تو فضای زنانگیت اتفاق میفته، اونجایی که جادوی زنانگیت بالا باشه. 3 رفتار از رابطه رو حذف کن که این رفتار باعث میشه که اون جادوی زنانگیت بره بالا. حالا بهتون میگم ادامه صحبتم. چند وقت پیش یه مشاوره داشتم، آقایی میگفتش که وقتی میرم کنار خانومم، زنم یا اینکه پاش درد میکنه یا نمیدونم سرش درد میکنه یا اینکه اصلا هیچ انرژی برای رابطه جنسی نداره و همیشه منو پس میزنه. این آقا از این موضوع ناراحت بود، دلخور بود. خانم های عزیز، همون جوری که احساس برای شما مهمه، برای آقایونم رابطه جنسی مهمترین بخش زندگیه. چرا نادیده میگیرید؟ یک نیازیه که آقایون به این مسئله دارن. ببینید من تایید نمی کنم که آقایون به خاطر رابطه جنسیشون برن رابطه های متعددی رو انجام بدن، نه، اشتباه نگیرید. ببینید خانم عزیز، همون جوری که شما احساستون رو میخواید بیان بکنید، وقتی که ناراحتی گریه میکنی، قور رو میزنی، ناراحتی تو بیان میکنی، برای آقایون هم همین نیاز جنسی براشون مهمه. دوست دارن تو نیاز جنسیشون بهش توجه بشه. وقتی که یه آقا رابطه جنسی میخواد از یه خانوم، وقتی خانوم بارها و بارها نیاز جنسی یا آقا رو در نظر نمیگیره و پسش میزنه، این آقا احساس میکنه که لیاقت یک رابطه جنسی رو نداره، احساس میکنه تحقیر شده، احساس میکنه که کوچیک شده، احساس میکنه که تو اون رابطه دیده نمیشه، احساس میکنه که اصلا خانمش دوستش نداره یا اینکه یه مشکلی داره یا اینکه نمیتونه خوب خانم به اروگاسم برسونه. ببینید اینجوری این آقا بی انگیزه میشه نسبت به مسائل زناشویی. خانم عزیز،
شما همون جوری که نیاز دارید که یکی حرفاتون رو گوش بده و شنیده بشید و دوست داشته بشید، یک آقا هم نیاز داره که نیاز جنسیش رو ببینید و بهش توجه بکنید و حس دوست داشتن بکنه. پس خانومی که توی رابطه جنسی خیلی خوب میتونه ارتباط برقرار بکنه و اون نیاز جنسی همسرش رو ببینه، جونشونم میدن، واقعا همه کار میکنن. ببینید زن باید سیاست داشته باشه، با سیاست این کار را انجام بده. وقتی شما رابطه جنسی دوست ندارید یا میلش نیست، مستقیم پسش نزنید. این پس زدنه باعث میشه به مرور زمان احساس کوچیک بودن و بی‌ارزش بکنه و در کنار شما تحقیر بشه. ببینید من دارم اینجا بهتون میدم، راه حلش هم بهتون میدم. وقتی که جای بدنتون درد میکنه، خیلی راحت میتونید بهش بگید که من خیلی دلم میخواد یه رابطه برقرار بکنم، من با رابطه‌ای که با تو برقرار میکنم خیلی دوست دارم، خیلی لذت میبرم، ولی الان در حال حاضر شرایط ندارم، چون حسش نیست، بدنم درد میکنه و نمیتونم یه رابطه خوب رو به تو انتقال بدم. ببین یک خانومی که قدرت نگفتن رو داره، این آقا ازش استقبال میکنه. ولی اینکه تو به عنوان مثال بدنت درد میکنه، داری میای باهاش رابطه برقرار میکنی، این آقا میفهمه تو داری نمایشی باهاش داری رابطه برقرار میکنی و این نمایشی باعث میشه که اون احساس بکنه که نمیتونه رابطه جنسی خوبی با شما برقرار بکنه. پس اینجا غیر مستقیم رابطه رو پس بزن، نه مستقیم و محکم پسش بزنی، اون آقا حس بدی بهش دست بده و احساس کنه که نمیتونه رابطه جنسی خوبی رو با تو برقرار بکنه. خب دومین مورد، مقایسه نکن. همسر خودتو، یعنی شوهر خودتو، پارتنر خودتو با یکی دیگه مقایسه نکن. این مقایسه کردن سم رابطه است، یعنی رابطه رو میکشه و نابود میکنه. وقتی که تو میخوای هی رابطه رو مقایسه بکنی، این مقایسه باعث میشه که اون حس بدی بهش دست بده که و فکر بکنه که مرد ایدئال تو نیست. این دومین رفتار رو حذف بکن. همسرت و شوهرت و پارتنرت رو با یکی دیگه مقایسه نکن و این رفتار وقتی که حذف بشه خودت نتیجهش رو میبینی، اون انرژی زنانگیت میاد بالا و یک رابطه جنسی خوبی رو با شوهرت برقرار میکنی. و سومین رفتار، بحث های بی موقع. وقتی که تو بی موقع بحث میکنی، همسر تو اوج حالش خوبه برای اینکه میخواد با تو رابطه برقرار بکنه، تا اونجا میای بحثای بی موقع رو سر باز میکنی و به عنوان مثال بچه میخواست بره مدرسه، تو نبودی ببریش و این باعث میشه که اون میل جنسیش فروکش کنه، بیاد پایین و حس وجود نکنه، حس این که مثلا همسر ایدئال تو نیست، همسر خوبی نیست برای تو. ببین بحث های بی موقع باعث میشه که اون ناراحتیش بیشتر بشه و نتونه اونجور که باید با تو رابطه برقرار بکنه. ببینید بحث های بی موقع رو بذارید کنار، اینا رو حذف بکنید. این 3 موردی که بهتون گفتم رو از زندگیتون حذف بکنید. یه زن خاص باشید برای همسرتون، یه زن پر انرژی باشید و غیر مستقیم اینها رو پس بزنید. وقتی که یک آقا میاد کنارتون، شما خیلی راحت با سیاست، با انرژی بالا میتونید یک رابطه خوب رو برقرار بکنید. اگه نخواهید این کارا رو انجام بدید، مطمئنا خودتون 2 دستی دارید تقدیم میکنید به یه زن دیگه ای و نمیخواید باور بکنید که بابام
این مسائل ها، این رفتارها، این رابطه ها از این طریق محکمتر میشه. دیده شدن همسر، دیده شدن رابطه جنسی، دیدن اتاق خواب، دیدن انرژی بالا و حذف کردن رفتارهای ناسالم. وقتی این رفتارها رو انجام بدید، به مرور زمان یک رابطه خیلی خوب برقرار میکنید و اینجوری میشه که شوهرتو تو مشت خودت میگیری، دیگه حالش نمیدی به یک زن دیگه‌ای که بخواد شوهر تو رو در اختیار قرار بگیره. و مردها واقعا جونشون رو میدن واسه همچین زنی، حالا میخوای تو باشی یا یک زن دیگه. پس اگه میخوای تو زنش باشی، زن ایدئالش باشی، باید این رفتارهایی که بهت گفتم رو حذف بکنی تا اینکه شوهرت تو مشتت قرار بگیره.